السلام علیکم داملای بی نهایت مهربان و داملای عزیز. خواهر من با من قهری شد برای آن که من نگذاشتم که او فتح پوشد. باز عقیده دارد که از حضرت امیرجان با این لباسش دعا میگیرد. آیا این عقیده حقیقت دارد؟ خواهر تو وقتی همراه تو قهری می شود، وقتی که تو برادر اسلامی هستی، تو غمخوار قرآن و غمخوار مسلمان ها هستی، وقتی بر خواهر خود میگویی که فتح نپوش زیرا فتح لباس مسلمان نیست، وای باز به تو قهری می شود. وای تصور کند وای خواهر که وای با خدا قهری شده است، زیرا که این فتح پوشیدن و برادر وقتی حکم میکند که تو فتح نپوش، این حکم قرآن است، این حکم حدیث های پیغمبر خداست. وای با تو قهری نکرده است، وای با خدا قهری کرده است، وای با پیغمبر خدا قهری کرده است. لیکن خوش به حال تو واری برادر که این چنین غیرت داره که خواهر خدا از پوشیدن فتح من میکنی. این خواهر باز گفته است مادامی که تو قهری هم که باشی، من از حضرت امیرجان رفته دعا میگیرم. قسم به خدا حضرت امیرجان، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشویم. حضرت امیرجان چنان عالم، چنان فیلسوف بودن که اونها بیزار بودن از این زنهایی که فتح پوش بودن. اونها بیزار بودن. وقتی این خواهری که با فتح نزد حضرت امیرجان می رود، من باور کن از جانب حضرت امیرجان دعای او را به تو میگویم. وای میگوید ای خواهر، وقتی تو با این لباسی که خدا نخواست، پیغمبر نخواست، نزد من آمدی، خدا تو را سیاه بخت کند. این دعای حضرت امیرجان است. خدای مهربان میگوید دعا میکند حضرت امیرجان که اصلا تو را فرزند سالم نصیب نگرداند. ای بدبخت تیزتر از نزد من گم شو. این دعای حضرت امیرجان است. زیرا من پیرو قرآن هستم، من پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم، من پیرو دین یهود نیستم، من پیرو تقلیدهای زنهای غرب نیستم، من مسلمان هستم. من از دیدن این منظره ناخوش می شوم، غضبناک می شوم. خداوند تو را هیچگاه به تخت و به بخت نرساند. این دعای حضرت امیرجان است. خواهری که اگر این چنین عقیده داشته باشد. خواهرای عزیز و برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. چگونه ای که امروز داعی های بدبخت و روسیا، داعی ها، دعوت کننده های از خدا بی خبر، وقتی خواهرهای ما و شما را مبدل به فتح پوشیدن کردند، مبدل با سری لوچ کردند، مبدل به گردنهای لوچ کردند، ما و شما چرا دعوت نکنیم؟ چرا ما و شما خاموش ایستیم؟ چرا اونها غیرت پیدا کردند که این احوال بالای زن مسلمان پیدا کردند؟ چرا ما غیرت نکنیم؟ چرا نگذاریم که دختری ما فتح نپوشد؟ چرا دهانهای ما و شما پوشیده باشد؟ با تمام قوه باید مبارزه بردن در کار. چگونه ای که اونها مبارزه برده ایستادند. او روز اگر تماشا کرده باشین، رئیس جمهور با جوانها برآمد داشت. فکر میکنم همه تماشا کردین، من هم تماشا کردم. رئیس جمهور گفت وقتی سوال از جانب دختر تاجیک کولابی شد، گفت دوست می‌دارم که دختری کولابی چکن داشته باشد و داکه در سر داشته باشد. اینا همه شما شنیدین. وقتی ما و شما زن گرفتیم، اونها چکن داشتند، اونها لته های بالای سر پوشیده داشتند، اونها را کسی نمیدید. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوس شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستین ها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی.
ما باید به زنهای غرب تقلید نکنیم. از غرب مرحمت یاد گیرین، کامپیوتر را یاد بگیرین. چگونه که پیشرفتی در ترقیات ها کردن، مرحمت در اینش تقلید کنین، لیکن در لباس اونها تقلید نکنین. خواهرای عزیز، پوشیدن لباس قیمت من نیست، پس پرده نشستن من نیست. اسلام نمیگوید پس پرده نشین. اسلام نمیگوید که متریال قیمت نپوش، بلکه بپوش، لکن آستیندار باشد، لکن پیش برش بسته باشد. این است لباس مسلمان. آیا همین قیچی را گرفتن، همین آستین را کلده کردن کار قین است؟ ببینید دیگر زنها خدا برکت چونتیت در شهر وقتی میبینی چی زینت زیبا دارند. اونها نمیتوانند، میتوانند، لیکن ایمان و خدا ترسی و برادرهای مسلمان و پدرهای مسلمان دارند. معلوم میشه که اون خانه خانه با ترتیب بوده است. اون خانه خانه بوده است که اونجا قرآن حکمران بوده است. وقتی که این زنها از آغاز زندگی به این بی حیایی، به این بی شرمی، به این بی اهمیتی، وقتی که آغاز زندگی میکنن، از اینها چگونه مادر اساسی پیدا می شود؟ از اینها چگونه فرزندهای سالم و صالح پیدا می شود؟ کی پیدا می شود؟ خدا رحمت کند. حضرت محمد اقبال لاهوری را میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. زنها را میگوید. این پیغمبر خدا میگوید لا تضربوا اماء الله. امروز خواهرای ما و شما این قدر قیمت خدا گم کردن. پیغمبر میگوید لا تضربوا اماء الله. ای مردها هوشیار باشین، کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته است. کنیزک من هستیم. دنیاکم النساء. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است. چه قدر داری، چه منزلت داری. صد افسوس که امروز منزلتی خطا، قدری خطا تو گم کردی. فکر میکنی که همون سری لوچ و گردن لوچ زینت توست. نه، زینت تو نیست. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای خواهر عزیز میگوید تو میگن نظر به فاطمه کن، نظر به عایشه کن، نظر به ام گلسون کن، به اینها نظر کن. از اونها میگه حیات یاد بگیر، از اونها شرم و حیا را یاد بگیر. برای چی؟ برای چی از اونها یاد بگیر؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. حضرت میگوید برای آن تو پیرو فاطمه شو، برای آن پیرو عایشه شو که مثل فاطمه حسین تو به دنیا بیاری، مثل فاطمه تو حسن به دنیا بیاری. وقتی تو پیرو فاطمه نمیشی، پیرو عایشه نمیشوی، از کجا از تو حسن پیدا میشود؟ از کجا بر تو حسین پیدا میشود؟ از این خاطر خوش به حالت برادر عزیز، هر کدام مسلمان ها، همه شما برادرها، با یک گوش کردن امر معروف و با 5 وقت نمازی که شما در یک روز خواندین، در این حالت شما فکر نکنین که تمام ذمه اسلام از گردن شما برداشته شد، بلکه این وظیفه همه شماست. در خاندان کار کنین تا حد امکان. چگونه ای که امروز مردم غرب حرکت دارد، ما و شما را از راه بیراه کرد. ما و شما هم حرکت کنیم که فرزندها را اسلامی کنیم، فرزندها را نمازخوان کنیم، فرزندها را با ستر با حیا کنیم. این از وظیفه هر یک مسلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکای حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم که با این سوال من جواب دهید. دختر را مرد بیگانه با گپ زدن، یعنی سویدنی
دعوت کند. حکم او در اسلام چگونه است؟ در آخر داملا طلب میکنم که این نمازهای مرا خداوند به درگاهش قبول کند. این کسانی که زنهای بیگانه را به ملاقات دعوت میکنند و با آنها صحبت میکنند، آنها اگرچنده که با یکدیگر نزدیک هم که نشوند، پیغمبر خدا گفتند العینان تزنیان و زناهما النظر، چشمها هم زنا میکنند. گفت پیغمبر و زنای چشم این نگاه کردنی خیلی با خرسندی به سوی یک زن بیگانه است. وقتی وی ملاقات دعوت میکند، با او با چشمهای خود به سوی این زن نگاه میکند و این زن با سوی این مرد نگاه میکند، دست دراز میکنند، با یکدیگر سلام میکنند. اینها همچنان در نزد خداوند تصور کنند که زناکار نویسانده میشوند. اینها حق ندارند. تا اگر چگونه یک پیغمبر خدا میگه النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی اگر از نکاح من رو میگرداند وی از امت من نیست. اگر خواهش داری همان دختری که با او ملاقات میکنی به نیت ملاقات کن که وی تو میگرفتگی باشی. یعنی اسلام اجازت میدهد که همان زنی را که شما میخواهید که در نکاح خود درآرین وی با همراهی او صحبت جداگانه داشته باشید. یعنی با او رو پرو شوین، نه به سلام، بلکه با او مصلحت کنین، راز دل یکدیگر را گویین. اگر معقول شوین مرحمت، معقول نشوین وی راهش جدا، راه تو جدا هست. السلام علیکم داملا، من یک خواهر اسلامی شما، آیا شب نکاح ما می توانیم که همراه دوگانه هایم رقص و بازی کنیم در خانه بین خودمان؟ یعنی خواهر اسلامی سوال کردند که شبی که نکاح می شود آیا ما می توانیم که بین خود رقص و بازی کنیم، دف زنی کنیم؟ پیغمبر خدا چی می گوید؟ اعلنوا النکاح وجعلوه فی المسجد واضربوا علیه بالدفوف. بالدفوف، این حدیث ترمذی به دست. پیغمبر خدا گفتند شما نکاح ها را آشکار کنید، یعنی نکاح های شما چنان نکاح باشد که آشکار باشد، تمام محله درکدار شوند که در این خانه نکاح است. با دف ها، گفت پیغمبر، دف زنید، در همون شب نکاح دف زنید دخترها. و نکاح ها را پیغمبر خدا گفتند که شما در مسجد انجام دهید. چه توصیه خوبی کردن پیغمبر. امروز ما و شما هم اداره زکس داریم، می روند جوانای ما و شما همون شیشه ها را کشاده میکنند، خب همون خده های هستند می بردارند. به مراد چی؟ به مراد که همین خواهر و همین جوان زندگی خوب بینن. نه، زندگی تو بدبختانه هست، زندگی تو افلاس زندگی هست، زندگی تو آغاز از چیز حرام شد. اون قدهی که تو در دست داری و قده در قعر نیش سری تو خداوند باید جای میکنه. پیغمبر خدا میگوید شما در مسجد نکاح کنید. مسجد، وقتی مسجد که آمد اینجا یک توده دخترها که جمع شد، داملا چیزی میگوید که تمام آنها گوش میاندازند که نکاح چی ماهیت دارد، عاقبت نکاح چی هست. لیکن این خواهر حق دارد که همراه دوگانه های خود دف زنند، رقص کنند، بازی کنند بین خود. مرحمت اجازت است. لیکن از همه شما خواهش میکنم برادرای عزیز و کسانی که نکاح کننده هستند، در وقتی که دو جوان شما نکاح میکنید اونها را پرسان کنید که نماز میخوانند یا نه. از نماز اونها بپرسین که نمازخوان هستند یا نمازخوان نیستند. و بسیاری جوانها امروز یک خرافات دیگر هم جا دادند، در پایها همون توفلی هاشون بالای کرپچه رفته می نشینند. این چی معنا دارد؟ تو را ایمانت ضعیف است برادر عزیز.
اگر ایمانت ضعیف نباشد تو از اون توفلی و از اون کفشی که در پا داری چرا میترسی؟ وای با عقیده تو این است که اگر وای تو بدر کنی تو سیاه‌بخت میشوی. نه، برعکس تو نیکبخت میشوی. تو یگانه تمام اخلاص و وجود تا به سوی خدا روان کن. از دست هیچ کس هیچ چیز نمی آید. توفلی ها را بدر کن، در بیرون بگذار و به حضور نشین. خوراک و آبی که میارن نمیخورم. چرا نمیخوری؟ خور از چیزی که هست در پیشت. چیزی میارن خور، همه او برای تو حلال است. این خرافات هایی هست که در مینه سر ما و شما جای کردن. نخور. برای چی؟ شاید که همین یگان سحر کردگی باشد. تو بدبخت هستی آخر. ملا میخورد، تمام آدم های همون داخل خوردند، سحر اونها را تاثیر نکرد، فقط تو را تاثیر میکند. و در بین بسیار کمبودی های هست، مثل تغپولی. تغپولیش چی است؟ با وقتی اگر شما رو پرو نکاح کنین دیگر تغه در اینجا لازم نمی شود. رو پرو نکاح کنین تا که صدای زن مرد شنود و صدای مرد زن شنود. این از قاعده نکاح. باز یک خراجات کمتر می شود. این بد است. یا سرجلب روان میکنین، بیاین بسش کنین. آخه همین شرط است که همین یک برادر را پوست کنین، تمام آن چیزی که دارد همش تله و تاراج کنین. بالای کرپه یک مردکی دیگر ششتگی است، با کرپه را میفرارد، با وی هم پول دادن در کار. همین رحم است، همین انصاف است. یا در قدیرا یک تودت جوانهای اوباش جمع میشوند، ما را شهتاز ده. همه این باور کنین در غصب داخل میشه. همه این غارت است. وای نمیخواهد. کی میخواهد که تغپولی دهد؟ کی میخواهد سرجلب دهد؟ هیچ کس نمیخواهد. باز قطعی همون شرطنامه میکنید 10 سوم و 20 سوم، تو 10 سوم و 40 سوم. اینا باور کنین اینها مصیبتن، اینا خنده نیستن. اینا مصیبتن در دین ما و شما. همه میخندد به حال ما و شما. یک باره کمبغل شدیم، نادار شدیم، گدا شدیم. از یک مرد بیچاره خدا رحمتش کند میگه دعام بده 60 70 از روسیه رفته است. در 60 در 70 روسیه کارکنی میرود. همین انصاف است. بیاید غم یک دیگر اخرین. یا وقتی یک توده جمع میشه در همون شب نکاح، مادری او است، اپای او است، یک سوزن دیگر در دست باز میدراید، پیشای برکشاده، وقتی سر خم میکند تا وجود، تا همه وجودش میتابد، یک سوزن در پشت همون بچه زده است. این چی معنا دارد؟ اینش از همه در گناه بدبخترین است. قسم به خدا اگر این همین عملهای تکرار کردم، همینها اگر در همون شب نکاح صورت گیرد، نکاح واقع نمی شود، نکاح درست نمی شود. بعد نکاح اینقدر عملهای شرکانه و عملهای فاسد وقتی که شما جاری میکنین، این نکاح شما دیگر چی است؟ وای سنگ است نمیشکند. اینا را راه نتین، نگذارین. همون زنی که هست بیرون ده ایستد، داملا موعظه کند پیش از نکاح کردن. این از قاعده نکاح. بعضی پیشوای ما بیچاره همون چشمش چار است که همون چینی را یا که متریال یا چند سوایه میدهند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. حاجی میرزا، من از شما التماس میکنم درباره بعضا مسلمان هایی که خود را در زیر لقاب حاجی رفتارهای غیر مسلمانی میکنند و دین اسلام به نام حاجیگی را پس میزنند کمی سخن کنید. در محله ما حاجی زیست میکند، زندگی میکند که به زنهای مردم هوسخوری کرده به آنها نیتش بد هست. حتی به دختر عمکش چندین مراتبه خواست است تجاوز کند. این بدبخت در سن 4 ماهگیش مدت 3 ماه از زن عمکش شیر خوردگی است.
یعنی همین حاجی در سن تا 2.5 سالگی اگر کدام ما و شما از کدام زنی که اگر شیر خورده باشیم ما فرزند وی حساب میخوریم، دخترهای وی خواهر ما و شما حساب میخورند. یعنی این بدبخت حاجی همین 4 ماه در 4 ماهگی شیر خوردگی بوده است. با دختر عمکش نیت تجاوز داشته است که این خواهر او حساب میخورد و امروز میخواهد که با خواهر خودش زنا کند. ما نسبت این کارهایش او را در مسجد محله خودمان محاکمه کردیم، اما شخص پیدا نشد که او را با این کارهایش سرزنش کند. من شخصا وی را از مسجد پیش کرده گفتم که تو دیگر به اینجا نیا. روز دیگر در همین محله یک باره 2 جنازه شد و همان بدبخت در هر 2 جنازه با سری بلند اشتراک کرد، گویا یگان گپ نگذشته باشد. به مسجد آمدن را دوام داده ایستاده است. نه ملا امام نه دیگران او را گپی نمیزنند، چون که از وی میترسند. از شما داملای محترم خواهش میکنم که فکر و عقیده خودتان را در همین نماز جمعه آشکارا نسبت رفتار این حاجی بیان کنید. با احترام، یکی از مخلصان اشهدی شما. البته وقتی کلمه حاجی چه کلمه زیبایی هست، چه کلمه قیمتی هست که پیشینی های ما و شما برای این عنوان حاجیگی را گرفتند، چه زحمت ها داشتند، لیکن به این روزی خیلی و خیلی پر اجر و به این نیت خیلی نیک بیچاره ها میسر نشدند. لکن صد افسوس که امروز بعضی از افلاس ها رفته حج میکنند، باز آمده به این کارها وقتی که دست میزنند اینجا تمام حاجی ها بدنام میشوند. من بسیار دوست می‌دارم که کسی حج رود که به قدر حج میرسیدگی باشد، کسی حج رود که از تاریخ اسلام آگاه باشد. وقتی رفته خانه کعبه را بیند دل او ریشش پاره شود. حضرت سعدی میگوید به طواف خانه رفتم به کعبه رحم ندادند که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. من وقتی خانه کعبه رفتم، خانه کعبه مرا نگذاشتن که خانه کعبه درایم. برای چی؟ برای تو چگونه مسلمان هستی، چی خدمت در اسلام کردی که امروز طواف زیارت کعبه آمدی. هیچ سیقل نکو نتاند کرد، خدا رحمت کند سعدی را، هیچ سیقل نکو نتاند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. این البته زاده خر است، این بدبخت است اون کسی که به این کار البته چنگ بزند. پیغمبر خدا میگوید من زنا بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الامه. بسیار حدیث وعیدی سخت است. کدام مرد یا کدام زنی که شوهر دارد یا کدام مردی که زن دارد باز با این قانع نمیشوند، چشم به خانه یک مرد دیگر میزنند یا با یک زن دیگر میخواهند تجاوز کنند، بر این زن و بر این مرد نصف عذاب تمام امت در قبر بالا اینها می آید. باور که ما طاقت یک عذاب قبر خودمان نداریم. اگر در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان باشد، بالای این 2 بدبخت، این حاجی و این بگیم این که اون بیچاره زن عمکش گناه ندارد، زیرا این کار این حاجی بدبخت کرده است. بالای همین حاجی نصف عذاب اگر 1.5 میلیارد تقسیم کنین شما، نصف عذاب همه همین بالای همین است در داخل قبر. اذا ذن الرجل خرج منه الایمان کان علیه کالذلة. پیغمبر گفت وقتی که کدام شما نیت زنا کردین یا میخواهین زنا کنین، همون زمان ایمان شما در بالای سر شما میبراید، در وجود شما دیگر ایمان نیست. لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. این پیغمبر سوالش است.
وقتی زیناکار زنا میکند وای در حالت زنا یا در نیت زنا وای باز مسلمان است؟ نه، مسلمان نیست. گفتم پیغمبر زناکار مسلمان نیست. اگر من از تفسیر قرطبی برای شما بیان کنم، صاحب تفسیر قرطبی میگوید کدام مرد زنا کرد یا نیت زنا کرد وای زنش طلاق میشود. این صاحب تفسیر قرطبی میگوید. از این خاطر این کسی که این کار کرده است، اگر از روی جهل بود، از روی نافهمی بود، اگر در بین مردم و تنهایی به سوی خدا توبه کند و گوید که دیگر این عمل زشت از من صادر نمی شود، این حالت ده شاید که خدا وی بخشد. و تمام مردم هم در این حالت وقتی وی توبه میکند، تضرع میکند، میگوید که این از سهو از خطا شد، وی را دیگر کاردار نشود، وی را گذارند که در مسجد نماز خواند، بگذارد که دوام نماز شد، چکار کند؟ دوام دهد. این است توصیه اسلام. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آتای من، پدری من، در دوشنبه کار میکند. در یک ماه یک بار می آید، باز می رود. من فرزند کلانی خانه هستم. ما یک همسایه داریم، می آید می رود. همسایه نزدیک است، اما همسایه فساد است. اما مرا دلم نمی کشد حتی مادر من گپ زند. من چند بار همراه او جنجال کردم، اما او بی‌آر است. با خانه ما می آید. هر روز او را من می بینم، در غضب می آیم، اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. اما همسایه دیگرمان می آید، من خرسند می شوم. در این کار چی گفتنی داملای شیرین سخن؟ درست جواب دهید. یعنی شکایت این دادر این بود است که پدرش در دوشنبه کار میکند، در یک ماه یک بار خانه می آمده است و با کدام مرد فاسد یا فساد یا بدبخت است خانه همینها می آمده است در حالت نبودن پدر این. و این جوان میگوید من غضبناک میشوم، چندین بار جنجال ها کردم، تا حال این جنجالی من هیچ تأثیر و فایده ندارد، این مرد رفته می آید. یعنی حکم اسلام در این چی هست؟ اولا در این کار باید مادر شما اصلاح شود. وقتی تو نمی خواهی باید مادر تو هم نخواهد آمدن اون مرد در نبودن پدر شما. این لکم علی نسائکم حق ولنسائکم علیکم حقا. پیغمبر خدا گفتند ای مردها شما بالای زنها حق دارین و زنها بالای شما حق دارند. فحقكم علیهن، حق مردها بالای زنها چیست؟ پیغمبر میگوید ان لا یوتئن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون. پیغمبر گفتن وقتی شوهر نباشد باید که این مرد خانه زنی به شوهر داخل نشود. حق زن میگوید این است، یعنی حق مردها بالای زن این است که در نبودن شوهر هیچ مرد را در خانه خود راه ندهند. در کرپچه و در بالشت و در خانه که مثال شوهری تو می نشیند یا همون خانه در داخل خانه تو باید در نبودن شوهری تو، پیغمبر خدا میگوید باید هیچ مرد داخل نشود. این یک علامت بدبختی است که وقتی ما و شما خانه یک برادر می رویم و نگاه میکنیم که فقط زنی وی است، شوهری او بیرون است، خواه در دوشنبه است، خواه در رسی است، خواه در شهر است، ما حق نداریم که اون خانه در مهمان شویم. مادامی نیست ما باید که از فتنه خودمان دور بگیریم. زیرا پیغمبر خدا را به این حدیث ها را چی میگوید؟ ما خلا رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثهما. من گفته از پیغمبر خدا به شما خبر میدهم که
وقتی که یک مرد با یک زن در یک جا نشست، حتمی سیوم اینها شیطان می شود. یعنی زن وقتی با یک زنی بیگانه تو در یک خانه تنها می نشینی، حتمی شیطان در بین شما داخل می شود و شما عاقبت یک کاری به ترتیبی را انجام می دهید. باید که مرد خانه زن بی شوهر یا شوهرش در سفر بودگی حق ندارد که مهمان شود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید: من قعد علی فراش مغیبت حید الله له ثعبانا یوم القیامت. کدام مردی که از نبودن شوهر همسایه استفاده میبرد و شوهر او را دور میبیند و به خانه او داخل میشود به نیت تجاوز یا با نیت بده، قیض الله له ثعبانا یوم القیامت. پیغمبر خدا گفت این بدبخت روز قیامت گرفتار عذاب مار عفی میگیم. همون مار عفی، همون مار خیلی کلانی که هست، انا همین گونه طایفه مردها در عذاب اینها روز قیامت چی میشوند؟ گرفتار میشوند. به نهایت خوب میشود. حتی در قرآن سوره نور اگر شما نظر کنین، آیت های 28 وی 27 وی برای ما و شما خبر میدهد که یعنی وقتی که شما کدام خانه می روید اولا اجازت گیرید. بین امروز همون گاوهای بیشاخبان بسیار است بین ما و شما. دیگر نه دروازه در تق تق دارن، نه صدا دارن، راست به همون خانه چکار میکنن؟ حرکت میکنن. انامین آیت های 27 و 28 سوره نور وقتی میگد یک زن پیش پیغمبر خدا آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، من در خانه خواب هستم و خانه مرا مردها کشاده میکنند، راست به خانه من داخل میشوند. این کار برای من بسیار نفرت آور است. علاجش چیست؟ همین زمان همین آیت فرامد. خداوند روان کرد آیت را که بر تمام مردها و زنها خبر دهند که خانه کدام مسلمانی که مهمان میشوند، خبرگیری میروند، چه حاجتی که دارند، باید که چیکار کنند؟ رخصت گیرند. باید که خانه‌دار را فریاد کنند. اگر خانه‌دار فریاد زد و گفت مرحمت، داخل شود. میگوید من تفسیر همون سوره را برای شما گفته ایستادم. و الا اگر گوید که پس گرد، خدا میگوید که اگر مبادا از خانه گفتن که پس گرد میگوید. شما حق ندارین که خانه هر آدم به اجازت داخل شوین. خانه هایی که امروز زنگوله دارن، زنگ دارن، همون خودش رخصت است. و یا وقتی که زیر میکنین خانه‌دار درکدار کی شد، همین خودش رخصت است. در تفسیرها میگوید که وقتی شما خانه دا که داخل شدین، السلام علیکم گفته داخل شوین تا که صدای تر همون خانه‌دار شنود. یا فلانی گفته یا صاحب خانه گفته فریاد زنین. یک بار خانه مسلمان دا داخل نشوید. حتی در بعض حدیث ها آمده است که اگر کسی در خانه شما به اجازت داخل می شود، یک بار چشم تو به او می چسبد، حق داری که چشم وی بکفانی. در اسلام گفته است چرا جزای نیست. وقتم تمام شد. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام و ستایش به اندازه خداوند مهربان به شما و به تمام نمازگزاران عالم اسلام، تن صحت و خاطر جمع، ایمان کامل و عمل صالح خواهانم و از درگاه وسیع یزدان پاک مغفرت گناه شما و جمیع مسلمین را طلبگارم. ثانیاً از شما داملای عزیز خواهش دارم که در همین جمعه برای پدر و مادر رنجور من، مخصوصاً برای پدرم که در حالت وزنین بیماری فلج قرار دارد و زبانش از گفتار باز مانده است، دست دعا برداشته از درگاه الهی شفای آن و مغفرت گناهش را طلب نمایید. برای دعای خیر به شما قبلا سپاس گزارم. با احترام صمیمی. برادر عزیز این طلب کردن که در حق پدر و مادرش دعا کنیم و پدرشان یعنی بیماری فلج گرفتار بوده است. خدای مهربان درد دهنده هم خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدای مهربان این پدری که به این بیماری مبتلا شده است
به حرمت این روز جمعه، به حرمت تمام این مسلمین، خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگردان و تمام گناهاش خدای مهربان مغفرت بگردان. و بچه بابای حاجی زین‌الدین هم که پدرشان از این محله هست، گذشتگی هستند، از ما طلب دعا کردن خداوند روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگرداند و فرزنداش خدا عمر دراز و تن صحت نصیب بگرداند و جمیع بیماری هایی که از ما و شما هستند خدای مهربان به حرمت این روز جمعه، چه در این جمعیت ما باشند، چه در بیمارخانه ها، چه در خانه ها باشند، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. انشاءالله سوال های باقی را سوال های یعنی باز هست در خانه و باز نزد من کمی باقی ماندن. انشاءالله این سوال ها باور کنید بسیار مفید است برای ما و شما، بسیار لازم هست. وقتی جواب اینها را شما میشنوین، جواب اینها را میگیرین، باید که از پی عمل شوین، باید که کاری کنین که عملی شود. اینها چیزهایی که من برای شما میگویم، چیزهایی که من برای شما میخوانم، قسم به خدا اولا از روی مهربانی و شفقت است، از روی دلسوزی است و دیگرش همش آیت قرآن است، همش احادیث های پیغمبر است. هیچ کدام این ساخته من نیست، هیچ کدام این فکری من هم نیست. من نه ساخته دارم باور کن، نه قدرت حتی به همین قیاس به عقل دارم. آن چیزی که برای شما میگویم این خبر از خدای شماست، از پیغمبر شماست. اگر شما خواهید که یعنی عاقبت شما با خیر باشد، اگر شما خواهید که همین عزتی که از اسلام دارین نزد پیغمبر شما باقی ماند، در قیامت باقی ماند، این گفته ها در شما عمل کنید، ان شاء الله شما هم در دنیا هم در آخرت سرفراز میشوید و خیر احسان هایی که الحال نزد ما هست و خیر احسان هایی که برادرها در صندوق خیریه میکنن، هر هفته کرده ایستادند که همه اونها باز در همین آبادی مسجد ما و شما صرف میشوند. خدای مهربان این خیر احسان ها را به درگاهت مقبول بگردان و دولت این برادرها را خدای مهربان باز هم زیادر بگردان و توفیقشان را رفیق بگردان و از جمیع تهمت لای شیرین سخن. خدا علمتان زیاد کند. از کتاب صحیح البخاری از شما خواهش میکنم که در باب 60 پیشاب کردن پیغمبرمان از حدیث 224 225 226 که عثمان ابن شیبه از جریر، از منصور، از ابو وائل، از حذیفه گفت یاد دارم که من و پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه می رفتیم و او در مزبله گفته یک جایی که همین خاکروباها را می پرتایند، جای همین غژدی ها و قوم پس دیوار رفته راست ایستاده پیشاب کرد. من از دور شدم، او به من اشارت کرد و من نزد او آمده در عقیبش ایستاده تا فارغ شد. از کتاب صحیح البخاری جلد 1 در بین قوم نمازخوانهای مسجدمان خواندم و قوم مسجدمان اختلاف کردند، درستیش یا نادرستیش فهمانده میدادید. التماس ما در این باب صحبت داشتیم، یک سوال من جواب گردانده بودم. این برادر از ما از کتاب صحیح بخاری که با اون حدیث های نامبر شده یادآور شدن که پیغمبر راستا پیشاب کرده بودند در یک میزبله گفته در یک جایی که همین بگیم غژدی میگیم ما و شما عادی کده اگر به زبان خودمون گپ زنیم، یعنی همون غژدی هایی که میپرتاییم در همون بالای همونها پیغمبر خدا راستا پیشاب کردند. این حدیث موجود است. ما در بدن این حدیث هیچ یگان اختلاف هم نداریم، لیکن من بر شما جواب گفته بودم، باز همون حدیث ها را برای شما کتابت کردم، میخواهم گوش اندازین. عایشه میگوید که تصدیق نکنید کسی گوید که پیغمبر راستا پیشاب کرده است. این عایشه صدیقه زن پیغمبر خدا میگوید که هیچگاه تصدیق نکنید، باور نکنید کسی گوید که پیغمبر راستا پیشاب کرده است. که من میدیدم که پیغمبر خدا در حالت پیشاب نشسته پیشاب میکردند. این
همین حدیث غیر حضرت ابو داود 5 صحاح 6 روایت میکنن که این حدیث عایشه است که عایشه گفتن که پیغمبر خدا هرگاه پیشاب میکردن نشسته پیشاب میکرد. خب دوم از سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه کسی اگر از صحاح 6 اگر درکدار باشند، ابن ماجه هم یکی از صحاح 6 است. این حضرت میگوید که از ابن عمر از بچه حضرت عمر روایت میکنند که عبدالله بچه عمر بودند. میگوید که پدرم گفت که رآنی رسول الله و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب میکردم، به ناگاه پیغمبر خدا مرا دید که من راستا پیشاب میکنم. فقال یا عمر لا تبل قائما، ای عمر دیگر هیچگاه راستا پیشاب نکن، هرگاه پیشاب میکنی نشسته پیشاب کن. فما بلت قائما بعد. حضرت عمر گفت تا وقتی از دنیا گذشتنم من هیچگاه دیگر راستا پیشاب نمی کردم، زیرا امر پیغمبر بود لا تبل یا عمر قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. این امر حضرت عمر است، امر حضرت پیغمبر خدا با عمر بود. خب ابن مسعود میگوید، حدیث ابن مسعود است، من الجفا ان تبول و انت قائم. پیغمبر گفته بود است که از جفا هست کسی که راستا پیشاب میکند. این حدیث ابن مسعود است. اگر مسئله های فقهی اگر برای شما مثال بیارم، من یک کتاب دارم به نام فقه الاسلام و ادلته که از 12 جلد عبارت است و 4 مذهب همش بیان میکند. این حضرت میگوید که یعنی مکروه است راستا پیشاب کردن مگر اگر ضرورت باشد. اگر ضرورت باشد یعنی شما قوت نشسته پیشاب کردن نداشته باشین، این حالت ده یعنی با عذری که تو معذور هستی، این حالت ده ممکن است که تو نشسته پیشاب کنی. و الا آدابشم مذهبیشم بهترشم همین است که شما نشسته پیشاب کنید، بهترین صورتش همین است، دیگر حدیث نکوین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ای واعظ راه خدا، حاجی محترم، فخر کلاب ما جوانان مخلص دائمی شما هستیم و با ما و به شما یک مراجعت داریم. میخواهیم که درباره تکبیر اول نماز به ما شرح دهید که چی درجه ثواب دارد، شاید که با یک چند برادران دیگر هم عبرت شود. با احترام مخلص شما. السلام علیکم و رحمت الله. تکبیر اول یعنی چگونه که امام در نماز الله اکبر میگوید، در مسئله های فقهی میگوید که وقتی که امام اکبر که گفت باید که شما الله میگفتگیتان را به اکبر امام پیوست کنید تا که یعنی اقتدای شما از پس امام صورت گیرد. این صورت مسئلهش. و پیغمبر گفتن تکبیرت الاولا خیر من الدنیا و ما فیها. همین تکبیر اولی که با امام دیراب میکنین شما، رسول اکرم گفتن بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا وجود دارد. از تمام آن چیزی که در دنیا وجود دارد یک تکبیر اول را با امام دیراب کردن این بهتر است. گفتن یعنی خوش به حال همون برادرانی که اینجا مقصد از نماز با جماعت است که وقتی می آید در جماعت اشتراک میکند یک طرف ثواب، باز وقتی که تکبیر اول را دیراب میکند باز یک ثواب دیگر، ثوابی که دیگر اجرش ثوابش حساب ندارد. یعنی در این حالت مادامی که این مکافات که خدا برای ما و شما نصیب بگرداند باید که حرکت کنیم که پیش از امام در مسجد حاضر باشیم و در حالتی که امام الله اکبر میگوید همان الله خودمان به اکبرش که چسبانیم انشاءالله ثواب همون تکبیر اول را میگیریم. اگر مبادای که یگان تأخیر می شود و شما دیر میکنید، ممکن که می آید که تکبیر اول دیراب نمیکنید، ممکن که در دویم رکعت شما پیوست می شوید، در سوم رکعت پیوست می شوید، شما هم ثواب تکبیر اول دیراب کردگی هستید، زیرا برای شما عذر بود و الا شما بر وقتر آمده با نیت یعنی با امام نیت میکردید. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، خواهش داشتیم از شما که با یک چند سوال ما جواب دهید. آیا در وقت قضا کردن خفتن
ویتر واجب را قضایی خواندن ممکن است یا نه؟ قضایی خواندن ممکن است. یعنی در نمازهای قضایی فقط فرضها خوانده می شود و ویتر واجب خوانده می شود، سنت ها دیگر خوانده نمی شود. در نزد استادی که ما علم دینی و دنیوی می آموختیم و از همه کار بد دست کشیدیم، برای همین کار نیکش همسایه‌اش استاد را رنجانید و استاد دغلانه رفتار کرد. استاد از ما خواهش کرد که همسایه را نرنجانید. ما همسایه را خفه نکردیم، اما مقصد همسایه این است که ما به نزد استاد نرویم. ما از آموزش باز ماندیم و ما مصلحت دهید فکر شما درباره این گونه شخصان چی گونه است؟ ما یک گروه جوانان دائمی شما. یعنی برادر عزیز، آن استادی که البته علم دارد، سواد دارد، من بسیار میخواستم که همون حل همون مشکلات از استادتان پرسان کنید، زیرا حالت همون همسایه را و حالت همون محله را همون استاد شما خوبتر میداند. یعنی چگونه که اگر همون استاد به شما توصیه داد همون پیشه کنیم. برای من نمیدانم که اون همسایه کی است، وای مسلمان است، وای کافر است، وای منافق است، اونم من نشناسم. برای همین من از دور ایستاده و این مسئله را حکم کرده نمیتوانم. بهتر و خوبترش همین است که از همون استادتان این مشکلات انشاءالله سوال کنین، خود همون حضرت چیزی که به شما جواب گوید. السلام علیکم ای بلبل اسلام، از شما خواهش دارم که با همین سوال من جواب پره گردانید. اگر برادر دادر خودش را از مادر دشنام دهد، حال این برادر چی می شده باشد؟ با احترام مخلص اشدی شما. اکنون این برادری که برادر خودش را از مادر دشنام می دهد، این نشانه ابلهی وی است. این ابله می گویند. این ابله می دونه نه؟ آدم احمق، آدم بی فراست، آدم بدبخت. زیرا ابلهی او از همین معلوم می شود که مادر همون برادرش مادر وی هم هست. وی مادر تنها اون برادر نیست، همون برادر هم همون مادر به دنیا آورده است، این کثافت هم همون مادر به دنیا آورده است. وقتی که همون برادر را که دشنام داد تصور نمیکرد که مادر را دشنام داده ایستاده است. وقتی تو اگر ندانی، من برای تو خبر میدهم که خداوند قادر و بی همتا در سوره لقمان به ما و شما میگوید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا على وحن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. این خداوند سپارشش است. و وصینا، مفسران میگن خداوند میگن من سپارش میدهم، وظیفه‌دار میکنم فرزند آدم را که با پدر و مادرش باید که مهربان باشد، علل خصوص با مادر میگوید خدا. زیرا برای چی؟ زیرا که خدا گفته ایستاده است و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وحنا علی وحن، زیرا که مشقه علی المشقه، زیرا که وی یک گوشپاره در شکم مادر بود، روز به روز وی به کیلو به چند کیلو تبدیل می‌یافت. این مادر وی در شکم میبرداشت. وقتی زاییدن، وقتی تولد که نزدیک میشد، همین مادر دعا میکرد که پروردگارا همین فرزند من سالم برآید، من راضی اگرچه من از دنیا هم که گذرم، خدای همین فرزند مرا سالم به دنیا برآر. انا همین مادری که مشقت به مشقت این کثافت در شکم به خود برداشته است، امروز وی دشنام کننده این مادر است. و فصاله فی عامین، خداوند بین دوام میدهد آیت، این مادر برای شما 2 سال دیگر باز شیر داد، 2 سال دیگر شیر داد. یک شب همه شما قریب زندار هستین، یک شب همون احوال عائلت نظر کن. اگر کودک معده داشته باشد چند قدر زحمت میکشد، باری هم اوف نمیگد. باور کن 10 بار از همون گهواره بیرون میکند، بدن هم را تماشا میکند، روغن میکند، میگذارد، شیر میدهد برای همین روز که باید دشنام دهی. ای خدا زنت را. مرد پیش پیغمبر آمد، من احق الناس بحسن صحابتی، ای پیغمبری خدا از همه ده حقی بلند کی دارد که من او را اطاعت کنم؟ پیغمبر چی گفتند؟ امک،
ثم من یا رسول الله. فهمیدم پیغمبر گفتن مادرت. گفتم فهمیدم پیغمبری خدا مادر با قدر هست. ثم من، بعد از آن کی هست؟ پیغمبر امک، باز مادرت. پیغمبری خدا فهمیدم، باز ثم امک، باز پیغمبر باز مادرت گفتن. ثم من یا رسول الله. ثم اباک، بعد از آن پدرت. 3 بار مادرت مادرت مادرت، بعد پدرت. ان رجلا قال یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما. پیغمبری خدا من سوالی دارم. یک جوان سوال دادن، حق پدر و مادر بالای فرزند چی است؟ چند قدر حق دارن؟ پیغمبر چی گفتن؟ قال هما جنتک و نارک. گفتن جوابی مکملت میفاره. جوابی مکمل همین است که همین پدر و مادر تو دوزخ جنتی تو هستند. اگر دوزخی میخوای به حرمتیشان کن، دشنامشان بده. اگر جنت میخوای سرت خم کن، اونها را احترام کن، انشاءالله جنت برای تو نصیب میگرده. این از حق پدر و مادر. من الکبائر شتم الرجل والدیه. پیغمبر گفتن همون بدبخت گفتن خبر بده که از جمله گناه کبیره است کسی که مادرش دشنام میدهد. این گناه کبیره کرده است. انسان به سبب گناه کبیره در آتش دوزخ عذاب داده می شود. وای به حالت. تو نماز بخوانی، تو عبادت خدا را کنی، باز مادر دشنام بدی، پدر دشنام بدی. این چی معنا دارد؟ این چی عبادت است؟ السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما و اولاد شما باد. من استقامت کننده محله 82 شهر دوشنبه هستم. نامم فرخ است. در بازار کار میکنم، فروشنده. تا حال شما را ندیدم، لکن انشاءالله زیارت میآیم نزد شما. از کاسته هایتان به اهل عائلمان استفاده میکنیم. خواهش من این است که درباره فضیلت نماز و بد بودن بی نماز و درباره عرق و عاقبت آن صحبت کنید. این مکتوب را به دست یک برادر کلابی و شما میفرستم. در پناه خدا باشید انشاءالله. این برادر برای ما تکلیف کردن که در باب نماز و آدم بی نماز و در باب نوشیدن عرق و تشکیل کردن عرق به ما صحبت کنید انشاءالله. خدا خواسته باشد جمعه های بعد حق شوهر، اولین جمعه که شروع می شود این از نماز است و از فضیلت نماز است و از کسانی که نماز نمی خوانند. در این باب ها البته صحبت می کنیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. اولا می خواهم خداوند بر عمر جان شما برکت عطا کند و بعد از آن می خواهم بر این سوال خود از زبان مبارک شیرین شما پاسخ گیرم. هنگام در نماز بودن به صف پیش یا بر قدم زدن جایز است یا نه؟ جایز است. اگر شما میبینید که صف پیش جای دارد، شما نیت کردین و پیش کشاده شد، در حال یک قدم زنین، جایز است. وقتی یک قدم زدین نگاه کردین که باز صف پیش باز کشاده است، باز یک قدم دیگر زنین. باز نگاه کردین که پیشتر باز کشاده، باز یک قدم دیگر زن. فقها میگن تا 3 قدم در داخل نماز در حالت نیت کردن هم حق داره که 3 قدم برای صف را پر کردن حقوق دارد آدم نمازخوان که قدم زند. اگر پهلو هم که اگر جای خالی باشد میتونی که پهلو را چکار کنی؟ پر کنی، جایز است. بعد از گذشتن 1 یا 2 رکعت نماز ملا امام وفات کند، در این حالت نماز را کی میگذراند؟ اگر ملا امام وفات کند نماز همه فاسد می شود. وقتی ملا امام در نماز بود 1 رکعت یا 2 رکعت خواند که خداوند امانت گرفت، اینجا نماز همه قوم فاسد می شود. اگر امام بیهوش شود یا یک سنگ آمد در سر امام زد و مثال خون جاری شد، این حالت ده امام کناره می ایستد، زیرا که وی طهارت شکست و یک نفر از همون صف اول در جای امام می ایستد، نماز دوام می دهد. از کدام رکعت، از کدام موضعی که بود. درباره بندگانی که نماز ندارند ولی فعل و رفتار خوب دارند، قرآن چی میگوید؟ همین آدمی که نماز نداشته باشد لیکن فعل و کردار خوب دارد در اصل وجود دارد. هست آدم هایی که خوبند، رفتار خوب دارند، گفتار خوب دارند، لیکن نماز ندارند. این معنای را دارد که
هر یک عمل نیکی اونها را همین بینمازیش همش نابود میکند. اگر همین روز تا بگاه صدها مسلمان دست شگیرد، چی به یاردمی مثال جانی باشد چی مالی باشد، لیکن مادام نماز نمیخواند وای در لعنت خدا گرفتار است. پیغمبر خدا میگوید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. ای امت اسلام، من با شما در عهد بستگی هستم، شرطنامه دارم. پیغمبر میگوید یعنی در حالت شما امتی من هستید، در حالت شما مسلمان کامل هستید که شما نماز داشته باشین. اگر نماز نداشته باشین شما عهد ما را شکستین، شما شرطنامه را شکستین، شما پیمان را شکستین، شما امتی من نیستین. یعنی همه کارهای این برادر حبطه است، بیکاره است. و پیغمبر در دلشان زیاده بگردد. خدای مهربان این پدر و مادر در دلشان مهر قرآن و مهر اسلام خدای مهربان جایگیر بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای داملا حاجی مرزا. من دویم بار شد که سوال میدهم لیکن جوابش رو نمیگیرم. باز میپرسم که این برادر دویم بار شد سوال میدهد. راستی باید این سوال همون کدام برادری باشد این جوابم ارزش ندارد، لیکن خیلی مادام تکلیف کرده من برای تو یک جواب میگویم. آیا از روی کتاب نکاح را خواندن درست است یا نه؟ یکم سوال. دوم، آیا ملا میگوید که چینی در نکاح حق ملا است؟ آیا حق میگوید؟ در این اسراف داخل نمی شود؟ و اگر این ملا دعوا کند که این چینی حق من است و او در این مسئله ناحق است، آیا دروغگو حساب نمی شود؟ برادر خیلی بیچاره، البته قدرتی در دلش داره نسبت ملاها. خب یعنی از روی کتاب نکاح کردن جایز است. اگر یعنی شخصی هست که مثال نکاح را از یاد نمیداند، خب خواندن نمیتواند، یا اینکه در بین معرکه خودش را ممکن که گم کند، از این خاطر میتواند که کتاب را در پیشش حاضر کند و همان شاهدها را حاضر کند، نکاح را خواند، انشاءالله نکاح درست میشه. لیکن همان یک چینیه که در نکاح همون عادت چی دست بگیم مردم میپیچانند در دست همون ملا میدهند، میگویند حق ملا هست. این ملا نمیگوید که حق من است، بلکه مردم میگویند که همین حق ملا هست. یعنی بین از همون توی همون یک چینی یک سامان قیمت دارد، همون حق ملا بده است. و همین اگر مثال در خاندان تو اگر نکاح شود همین نده بر ملا، این حق ملا نیست. لیکن در این مسئله وای دروغگو می شود نمی شود، آیا این اسراف می شود نمی شود؟ اسراف انا اون یشیکای عرقی که در خانه میتی انا اسراف است. ها ارتیس میاری و رقاصه را که در بین میپرتای هزارها مسلمان بیراه میکنی انا اسراف. 20 ماشینی که پیش سامانی میبری پیش حضرت امیر جان میبری انا اسراف. اینا اسراف هستند. یک چینی که برای ثواب در دست یک ملا دادی رفت در داخلش با فرزندش طعام خورد، همه اسراف است. ای وای به این متیته، یک چینی دادی. آدما برای ملا خانه میخرند، ماشین میدهند. اسراف شده است. اسراف در پیشت است، اسراف تماشا کن. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه مخلصان شما، یک برادر ما در بازار سودا میکند، وای از سر هر یک متر میزند و با او میگوییم که نکن، میگوید هر کی کار خودش را کند. خوب میشود در باب این مسئله سخن میگفتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی این برادر شکایت کردن که از سر متر این گزوارهایی که میفروشند یعنی حق برادر را میخورده است، یا از سر کیلا یا فریب یک برادر مؤمن. وقتی پیغمبر خدا به مدینه آمدن، در مدینه سوره مطففین نازل شد. یعنی در مدینه مردم مدینه بی نهایت در ترازو بیرحم بودند و حق مردم می خوردند. و این سوره مطففین
یعنی سبکگیرها، سبک دهندگان گفتگی آیت است. من میخواهم همین برای بعض برادران که سوداگر هستند یعنی گوش اندازند که خدا برای آدم‌هایی که از متر یا از مثال کیلا میزنند یا امروز در بنزین‌های ارزان عررش میکنند یا در سرالکه ها دیگر چیزها را عررش میکنند، خداوند چی میگوید؟ این مطففین به همش تعلق دارد. ویل للمطففین، خدا میگوید وای به حال آن کسانی که حق برادر را میخرند، چه از کیلا باشد، چه از متر باشد، خب چه از شیر را به آب عررش کردن باشد، همه اینا داخل هستند، همه اینا خیانت هستند. خدا میگوید وای بر حالشان، ویل بر حالشان. ویل مفسران میگویند این یک چاه است در بین وادی دوزخ که دوزخ با این قدر قهر و غضب باز از این دره ویل میترسد و به سوی خداوند هر روز میگوید 70 بار پناه طلب میکند که خدایا گرمی همین ویل را به نزد من نیار. دوزخ میترسد. همین ویل برای آن کسانی هستند که در دنیا حق برادر مؤمن میخرند. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. ببین خدا میگوید همین کمگیرها یعنی حقخورها کسانی هستند که وقتی که برای خود میگیرند پره میگیرند. یعنی ببین امروز دهقان وقتی به بازار میآید از او وقتی محصولات دهقانیش همان سوداگر میخرد دانه به دانه حساب میکند، کیلا به کیلا میگیرد. اگر گازوار باشد متر به متر حساب میکند، اگر بنزین باشد لیتر به لیتر حسابش میکند. خدا میگد اینها میگد همین گروه هستند که دانه به دانه حساب میکنند. و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. لیکن وقتی که اگر سودا کنند در ترازو خیانت میکنند، در سودای خود خیانت میکنند. حق برادر چه از کیلا و چه از متر و چه از لیتر و از هر کدامش چیکار میکنند؟ میخرند. در دوام خداوند چی میگوید؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. خدا میگوید که ای سوداگرهایی که حق مردم میخرین، ای سوداگرهایی که از متر حق مردم میخرین و دیگر سوداگرهایی که حق مردم میخرین، الا یظنون، مفسران میگن این قسم است. شما میگوید از روز یوم عظیم نمیترسید، از روز قیامت نمیترسید. یوم یقوم الناس لرب العالمین. این خدای شما را ای سوداگرها راست میکند و حق آن برادرهایی را که خوردید اونها را پیش شما حاضر میکند و خبر میدهد که تو درک نداشتی، انا همین کثافت حق تو را خورده بود، از این ثواب بگیر. در اون حالت ما دیگر متر نمیگیریم، ما کیلای خوردگی اون نمیگیریم، بلکه از ثوابش چیزی میگیریم. برای ما اون حالت در فقط ثواب در کار، ثوابهاش میگیریم. هر یک آدم دعواگر وقتی ثواب گرفت وای دیگر خالی میماند، وای بی ثواب میماند، وای چیکار میکند عاقبت؟ وای وارد دوزخ میشود، وارد همون ویل میشود. قوم شعیب در سوره هود والله اعلم قصهش میگذرد، خداوند همین قوم شعیب از حساب همین کم زدن ترازو خداوند نابودشان کرد، همشان نابود کرد. ابو هریره میگوید بار من از یک کوچه میگذشتم، حضرت ابو هریره، نگاه کردم که یک زن در شیر آب میریزد. گفتم ای مادر این چه عمل است که تو انجام میدهی؟ گفت بسیار فقیر هستم. ای دوستی خدا گفت میخواهم که همین اندازش از زیاد کنم تا که امروز یک پیسه زیادتر پیدا کنم تا زندگی من بهتر شود. ابو هریره غمی او را نخوردن، گفتن ای مادر وای به حالت که همین کاسه شیر را خداوند روز قیامت در پیش تو میگذارد و به تو امر میکند که شیر را از آب جدا کن. جدا کردن میتوانی؟ نمیتوانی. المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یخونوه ولا یکذبوه. کل المسلم علی المسلم حرام عرض و مال و دم. پیغمبر خدا میگوید مسلمان برادر مسلمان است، باید مسلمان خیانت نکند، باید مسلمان دروغ نگوید، باید مسلمان خار نکند.
پیغمبر میگوید که آبروی مسلمان بر شما حرام است، مال مسلمان بر شما حرام است، حق او بر شما حرام است. مادام حرام باشد وای برادری تو باشد، این چی گونه مناسبت است؟ در دوره های پیغمبر میگوید یک صحابه بود به نام جلیل جبری، بار غلام خود امر کرد که این غلام گفت رفته گفت از بازار برای من یک اسب بخر. اون خدمتگار آمدن، جلیل جبری را خدمتگارش آمدن یک اسب خوبی را دیدن، گفتن چند ارزش دارد؟ گفتن چند میخری؟ گفتن چند ارزش دارد؟ گفت 400 درهم ارزش دارد. گفت بنچگیر نزد مولای من میرویم و حق پول شما را مولای من میدهد. مسلمان ببینین، وقتی که این خدمتگار همراه این فروشنده به نزد سردار این خدمتگار آمدن، خدمتگار به اسب نظر کرد، گفت به چند میدهی؟ گفت 400 درهم. گفت دوست می‌داره که من 500 درهم به تو دهم. میگوید این فروشنده حیرت دماندن، گفتن 600 درهم به تو میدهم. گفتن من تعجب میکنم، در عمر خود یاد ندارم که خریدار نرخ را بردارد. گفتن اگر بر من اجازت دهی من به تو 800 درهم میدهم و این اسب را از تو خریداری میکنم. قسم به خدا گفتن این اسب تو 400 درهم نه بلکه در بازار ارزش 800 درهم را دارد و من با پیغمبر خدا عهد بستم که در هیچ معامله نادرست رفتار نمیکنم، عهد شکنی با پیغمبر خدا نمیکنم. ببین چگونه عهد میبستند، چگونه یک غم مسلمان میخوردند. این است برادری. امروز ما و شما حقش هم میزنیم، باز مال ما نقص دارد، نقص مال هم بیان نمیکنیم، نمیگیم که همین مالی ما نقص دارد، بلکه چی میگویم؟ از اون برادران نخر که از اونا عیب دارد، از من بخر. امروز حال بازار به همه ما و شما آشنا هست، لیکن خوش به حال همون برادرانی که انصاف دارند، خوش به حال همون برادرانی که سودای درست میکنن، حق برادرشون نمیخرن. انشاءالله همون کمی که شما میابین همون کم برای شما در روز قیامت فایده آور است، از اونی که تو امروز 100 سامان میابی لیکن فراموش نکن که وای تو آرام نمیخری. اون حق برادر چیزی نیست که تو آرام گذارد، یا کثافتی وای در خودت میزند، یا در عائلت میزند، یا در فرزندت میزند، یا در مالت میزند. اینش هم فراموش نکن. داملای محترم، در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردن و گفتند که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی بین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها، همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذين هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای نرم هست؟ وقتی وای عرق می نوشد کجا دل وای ترسان به سوی خداست؟ اگر وای از خدا می ترسید وای عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردن که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنید مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت.
این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدازاده ای که این دختری تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است، اینا تو وقتی طعنه میکنی روحی تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودی بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستر شیطان چرا خوف؟ چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موسفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است، تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن، قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن. این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی، اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنن، تو را اینها ملامت میکنن. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موسفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرفهای ده که آب میگیرن سرپوشه ندارن، مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنن نه خورده میتوانند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند.
اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است. این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردد. پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکند. السلام علیکم استاد عزیز حاجی میرزا، خداوند عمر شما را 100 ساله کند و فقط در راه خدا خدمتگار باشید و فقط حقیقت را بیان کنید. از روزی که شما امر معروف میکنید خیلی بهبودی ها در جوان پسرها و دخترها پیدا شده است و ما با شما افتخار داریم. من چند بار در خانه امان مهمانهای رهدوری را قبول کردم که خاصه برای دیدن شما آمده بودند. اکای حاجی، من سوالی دارم. بعضی از جوانهایی که زن دارند نزد یکدیگر خانه‌داری‌هاشان را خبر می‌دهند و آنها نماز جمعه می‌خوانند. آیا گناهگار نمی‌شوند؟ التماس جواب درست و پرره گویید. یعنی این برادر از ما سوال کردند که بعضی از جوان دخترها و جوان پسرهایی که خانه‌دار هستند خانه‌داریشان در بین یکدیگر حکایه می‌کنند. یعنی چگونه با زنهای خود هم خوابه می‌شوند، چگونه با شوهرهای خود هم خوابه می‌شوند، اینها را بین یکدیگر حکایه می‌کردند. آیا این گناه است یا ثواب؟ پیغمبر خدا میگوید، گوش میاندازیم که حدیثی هم مسلم است هم ابو داود است. ان شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة الرجل یفض الى المرأة و تفض الیه ثم ینشر سرها. پیغمبر خدا گفتند بدبختترین و بدترین مردها و زنها همان مردها و زنهای هستند که کار شب خود در بین یکدیگر حکایه میکنند. اینها بدبختترین و پسترین زنها و مردها به حساب میروند که نزد یکدیگر از خواب و خیز خود باز حکایه میکنند. باور که از این ده بی‌حیایی وجود ندارد. نخواد که مثال مرد در پیش یک مرد دیگر چگونه با زن خود خواب میکند حکایه کند. این بی‌حیایی است. نخواد زن در پیش زن با شوهر خود چگونه هم خوابه می شود حکایه کند. ابو هریره میگوید بار پیغمبر خدا نماز خواندند و بعد نماز که در مسجد میگوید زنها هم بودند مردها هم بودند. پیغمبر پشت کرد، میگه پشتشان به طرف محراب گردانیدن، روی به سوی مردم گردانیدن، مثل که من با شما نشسته هستم. گفتند ای مردهای امتی من، آیا در بین شما مردهای وجود دارد که همخوابگی خود در بین مردها حکایه کنند؟ ابو هریره میگوید این سوال پیغمبر کردند، تمام مردها خف ایستادند، خاموش ایستادند، کسی از جا نخیست. باز اعلان کردند ای زنهای امتی من، زنها هم در مسجد بودند، ای زنهای امتی من، آیا در بین شما کسانی هستند که چگونه با شوهرهای خود خواب میکنند در بین زنها حکایه کنند؟ میگوید ابو هریره میگوید از بین دخترها دختری کعاب سری زانو خیست و گفت ای پیغمبری خدا، قسم به خدا که در بین زنها گفت زنهای وجود دارد که سیری خدا همخوابگی خدا در بین یکدیگر حکایه میکنند و قسم به خدا در بین مردها هم وجود دارد. گفت پیغمبر گفتند اگر گفت این معامله در بین شما باشد، تصور کنید که مثال شما به چی مانند است؟ به مثالی که شیطان در بین راه با زن خود همخوابه می شود که تمام مردم آنها را نگاه می کنند. چند قدر گناهگار می شوند. انم شباهت شما، تشبیه شما، مثال شما مثل انم شیطان نر و شیطان ماده است. گفت بسیار بد است، بسیار ناخوب است که انسان سیری خدا همخوابگی خدا باز در بین یکدیگر حکایه میکنند. بسیار کار نادرست است. آخران جواب انشاءالله میگوییم و دعا میکنیم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان اکای حاجی میرزا مراد، من یک مخلص دائمی شما میباشم که نماز جمعه را در مسجد شما میخوانم. از شما خواهش دارم با این سوال من جواب درست دهید.
من از ماه ایون سال گذشته صاحب $800 شدم. تا امسال این پول زیاد هم شده است. میخواستم زکات این را همین ماه بدهم و یک دادر دارم 4 سال می باشد که بیماری پادرد یعنی رادیکولیت است. او طالب علم مسجد داملا محمد الله می باشد. من زکاتم را به او دهم می شود. در یک خانه زندگی میکنیم. در آخر از شما خواهش دارم که در حق او دعا کنید الله به او شفا دهد. التماس. که اینجا در باز یک جواب یک سوال دیگر در باب ناس و سیگارت گفته است. انشاءالله ما جواب اینها را گفته بودیم که از پشت ناس و سیگارت یک آدم میگوید در راه همون گیری همون سیگارت در دادن شده است و سر خود پس در حالت ماشین هی کردن که یک کودک زده است. یعنی این جوان میگوید که من همینجا کثافتی ناس و سیگارت حس کردم که همون سبب شده این کودک زیر ماشین ماند. البته ما از کثافتی ناس و سیگارت به شما خبر داده بودیم که هیچ نیکبختی برای شما ندارد. لیکن سوال اولی که زکات برای دادر خود دهد البته اولا و افضلم همین است که همین برادر همون زکات خودش با همین دادری که بیمار است به این دهد تا که وی رفته تبابت کند. انشاءالله این ده ثواب زیاد میگیرد. یعنی بین دادر و بین اکه، بین خواهر و بین اپه، بین دادر و بین خواهر و اپه، یعنی دادن زکات، عشر، صدقه فطر جایز است. لیکن دادن زکات و صدقه فطر و عشر بین پدر و بین فرزند و بین فرزند و پدر و مادر جایز نیست. بین دادر و خواهر و اپه این زکات هاتون شما میتونین کتین. امروز از همه ده باز افضلتر برادرایی که به دولت هستین شما آگاه باشین که امروز در کولاب میخواهند که یک کلیسای بنا کنند. این علکه پیشنهاد شده است و البته حکومتدارای ما و شما هم نمیخواهند، لیکن خاتمش هم بی نهایت ناخوب است. در یک خانه تصور کنید که یک برادری تو نصرانی می شود و تو اسلامی هستی، شما دیگر در یک خانه زندگی کرده نمی توانید. کار کنید برادرهایی که با دولت هستین، از سر 100 سامانی در یک ماه گذر کن. برای یک همسایه 2 همسایه فقیر و بیچاره‌ای که داری برای همون یک قابچه‌ای که یهودی میدیهش یک قابچه آرد است یا 1 کیلو روغن است که همه با پوری میکروب است. همه ما و شما را کسلی کردیم، روز بیماری کرد. همونها را شما خود خرید کنید در دست همون بیچاره ها دهین. خب برکت دیدین برادر حاجی رجب علی این محله ما وکیل بودن، قریب 300 سامان همینجا جدا کردن، از همین با دولت های محله جمع کردن، قریب 20 نفر خواجگی همین محله را تقسیم کردن. باز انشاءالله من این طلب دارم و آرزو دارم و در خاطر و در خواهش این برادرم هست که ما بردوام میکنیم. این کم هم که باشد دادن در کار. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های ما و شما را خداوند حاصل بگرداند. ما اینجا چند برادرهای دعا طلب هستند